سلام، خوبین؟ من میخوام برای یکی از دوستام چند جلسه از کلاسشون نتونسته بره. میخوام بهش توضیح بدم چطوری پلان بکشه. بعد گفتم که بعد خطکشم ندارم، باید با تخت رسم بکشه. یه توضیح کوچیک در مورد تخت رسم میگم، بعد بریم بکشیمش. در حدی که بعد از چند جلسه داره میره پنیک نکنه و نفهمه که دارن چی. یک مقدار از تمریناشو انجام بده، یعنی دست خالی نره. قرار نیست خیلی کامل باشه. اگه دوست داشتین بگین، بقیه‌شون هم انجام بدم. البته بعد از اینکه رفتم و خطکشمو پیدا کردم میتونم براتون بکشم. خب برای همین چون من خطکش ندارم اندازه‌هاش دقیق در نمیاد دیگه. دارم فقط توضیح میدم چطوری بکشینش. این تخت رسمه، حتما این خطکش افقیش کنده میشه، بکنیدش و تمیزش کنی. برای اینکه ممکنه بعد روی کارتون لک بندازه. اگه مثلا از یه نفر دیگه گرفتین که به نظرم بهتره که از یه نفر دیگه بگیریم. این فقط واسه ترمای اول به کارتون میاد و دیگه هیچ کاربردی رسما نداره براتون. این پلانیه که قراره بهتون توضیح بدم چطوری بکشیمش. اینجا اولین کاری که میکنی وسط برگتون رو پیدا میکنی. مثلا این برگ اکثرا آ3 باید باشه، این آ4. میایم وسط این یکی رو پیدا میکنی، مثلا اینه، وسط اینم مثلا پیدا میکنی، اینقدر میشه. خب حالا چون من هم با خودکار بکشم که مشخص بشه، ولی شما باید با مداد بکشید. بعد با راپید برید روش که پررنگ تر بشه. بعد راپیدا هم اندازه و اندازه های متفاوتی دارن، حالا بعداً توضیح میدم. میکشین، بعد اینم میکشین. خب وسط اینو پیدا میکنین. اینجا بعد نوشته دارین پلان زیرزمین رو میکشین. این رو باید جمع کنین. خب میشه 4 1 1 به اضافه 4 و 2 که 6 و 4 و نیم. 6 و 4 و نیم میشه 10 و نیم. خب بعد ما باید دیوارهای داخلی و دیوارهای بیرونی رو هم حساب کنیم. دیوارهای داخلی 1 دهم، دیوارهای بیرونی 2 دهم. اصلا اینجا شد گفتیم 10 و نیم شد. خب ما برای اینکه بتونیم این اندازه رو بگیریم، این 4 که اینجا هست میگیم 4 به اضافه این 1 به اضافه 1 به اضافه 4 و نیم که میشه 10 و نیم. حالا ما باید دیوارهای داخلی و دیوارهای بیرونی رو هم حساب کنیم. دیوارهای داخلی میشه 1 دهم، دیوارهای خارجی میشه 2 دهم. خب اگه این دیوار بیرونی باشه میشه 2 دهم به اضافه این دیوار داخلی میشه 1 دهم، با این 1 دهم دیگه میشه 2 دهم، با این 1 دهم دیگه میشه 3 دهم. خب یه 3 دهم اینجا. اینم که بیرونیه به اضافه یه 2 دهم، جمع اینا میشه 7 دهم. کل اینا شد 10 و نیم. اون وقت میایم 10 و نیم رو به اضافه 7 دهم کنیم میشه 11 ممیز 2 دهم. خب 11 ممیز 2 دهم میشه این قسمت 11 ممیز 2 دهم. حالا بخوام این طرف رو حساب کنیم، دوباره میشه 2 و نیم به اضافه 1 و نیم به اضافه 3 میشه 7. این جمع اینا 2 و نیم و 1 و نیم میشه با این 3 میشه 7. خب حالا دیوارای داخلی و خارجی رو حساب کنیم. این 2 دهم بیرونیه، یه 2 دهم دیگه این طرف داریم به اضافه حالا 1 دهم رو حساب کنیم. این 1 دهم با این میشه 2 دهم. خب جمع اینا میشه 2 4 6 دهم به اضافه این 7 ممیز 6 دهم. پس ما الان بخوایم روی برگه بکشیم، از این قسمت وقتی که وارد از این دره عبور میکنین، از اینجا، خب از اینجا میرن به سمت بالا. این فلش اینجوریه. خب پس شما باید از اینجا بزنید کد ارتفاع منفی 1 ممیز 26. اینجا باید بکشید، یه دایره است، یه خط اینجوری، این طرف و این طرف رو سیاه میکنید چون پایین تر از سطح زمین منفی میخوره. 1 ممیز 26 رو اینجا میکشینش. ولی این قسمتی که فلش زدن اینجا، شما باید دوباره اینجا بزنید. اینجا باید مثبت منفی 0 ممیز 0 دهم بنویسید. چرا؟ چون شما دارید کد ارتفاعی سطح زمین رو
مشخص میکنیم. یعنی این فرد داره از طبقه زیر زمین که منفی 1/26 میره به سمت سطح زمین. ممنون که لایک و سابسکرایب کنید.